سلام علیکم بابا کاملا، امیدوارم خسته نباشید ای ماهی بزرگ. سلامت برادر باشید. عزیز، یک سوال دارم. 10,000 دلار یک سال زیادتر شد که هست در من، اما در دستم نیست. قرض دادگی نمیتونم همون پلا. مثال من همون زکات میتیم یا که نه؟ اگر وقتی اون پول دادنش مهلتش رسیده آمده باشد و شما اگر طلب کنید و آدم میداده باشد، زکات میدهید. اگر طلب کنید و نمیداده باشد، شما دیگر راه های استفاده برده و پول گرفته میتونستگی باشید و نکنید، زکات میدید. لیکن همه راه های استفاده برید و پول رویانده نتونید. سببی رویانده نمیتونستگیتون اینکه اون آدمی دستش دراز و ظالمتر، یعنی برعکس ضرر میبینید، یا اینکه وای آدم همون 10,000 دلار مفلس شدگی است، بانکرات شدگی است و ندارد، نمیتواند داده، غیر قادر است، عاجز و ناتوان است از دادنش. در این صورت زکات نمیتید از وای 10,000 دلار تا زمانی که اون 10,000 دلار به دست گرفتید. ولی بعضی علما میگن که میتی برای که پولی تو هست، لیکن اون پول شما هست، لیکن وجوده کعدمه، بودنی اون پول مانندی نبودنش. اون پول به حکمی مفقود است، گویا گم شده است. بله همین قدر پول داشت لیکن نیست وای. بنابراین زکات نمیتید تا مادامی که به دست نگیرید. روزی که به دست گرفتید 10,000 دلار، یک مرتبه 250 دلار زکات میتید. الله تعالی. تشکر زیاد. خداوند حفظتان کنه. در امان خدا باشید. سلامت باشید.